سلام بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و طور مستقیم پخش می شود. امروز 4 ایون است و برنامه را من مؤمن احمدی گردانندگی می کنم. سرخط خبرها: حکومت دوشنبه به 4 شرکت مسافرکشانی اجازه تاکسی رانی در حدود پایتخت را داده، شماره تاکسی ها را از 4000 به 12000 بالا برده است. شرایط مهاجرت در روسیه سال تا سال بدتر می شود، ولی سفر کارجویان تاجیک به این کشور افزایش می یابد. بیکاری زیاد است و اگر کار هم باشد مزدی کم دارد که بسیاری ها نمی خواهند. از این جهت اقتصاد تاجیکستان پایبند پول مهاجران شده است. در عرفه عید قربان نرخ چاروا در بازار کراچی به آسمان برخورده خریداران را دور کرده است. خودتان اینجا میبینید که نظر به خریدار فروشنده ها زیادند. لیکن خریدار نیست. برنامه رو با یک گزارشی از صدمه پرقربانی در ولایت سوغد آغاز میکنیم که در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گوناگون را به بار آورده است. مقامات انتظامی در ولایت سوغد در رابطه با صدمه مرگبار در ناحیه جبار رسولوف 1 نفر را بازداشت کردند. در این فاجعه در هفته گذشته 6 نفر کشته شدند. احوال یکی از زخمیان هم بسیار بد بوده است. فرزان محمدی از ناحیه جبار رسولوف گزارش می‌دهد. یکی از آسیب دیدگان در صدمه حسن جان یونوسفی 16 ساله از دهه تاجیک آباد بعد 4 روزی صدمه دهشت‌آور در بیمارخانه فوتیده است. او را روز 3 ایون به خاک سپردند. طبیبان گفتند که از بس که 70% بدنش سوخته بود، او را نجات دادن نتوانستند. این نورس یکی از مسافران افtomashین اوپل زفیر بود که روز 29 می در حدود جماعت گلخانه ناحیه جبار رسولوف به افtomashین اوپل کامبو برخورد. در روز حادثه از 9 مسافر 2 ماشین 5 نفر هلاک و 4 نفر زخمی شدند. از میان 3 مجروح وضع یکی از آنها اقبال یونوسفی 16 ساله وزنین گفته می شود. به گفته طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه جبار رسولوف تقریباً 60% تنش سوخته است. مسافر دیگر سلمان شاه سرورزاده 16 ساله را از بیمارستان جواب دادند. دیگری دانیار قربانبایف برای ادامه طبابت به مرکز ولایت سوغد انتقال یافته است. او راننده اوپل کامبو بوده. به گفته یک مسئول ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوغد سببگار اساسی صدمه گفته می شود. به ضد او با اتهام ویران کردن قاعده های حرکت راه پرونده باز کردند. صدمه مرگبار سر و صدای زیادی را به بار آورد، چون اکثر قربانیان نورسان و ورزشکاران مکتب گشتی کاخ ورزشی لنگلیف بودند و حادثه هنگام بازگشت از مکتب رخ داده است. یکی از مربیان آنها هم جان داده است. در تاجیکستان سالانه صدها نفر در صدمه‌های نقلیاتی جان می‌دهند و صدها نفر دیگر معیوب یک عمری می‌شوند. بی‌پروایی، راه‌های نیمه ویران و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه و سرعت بلند از سبب‌های اساسی مرگ و میر در راه‌های کشور دانسته می‌شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی ناحیه جبار رسولوف. حکومت دوشنبه به 4 شرکت مسافرکشانی کواتا یا اجازه تاکسی رانی در حدود پایتخت را داده، شماره تاکسی ها را از 4000 به 12000 بالا برده است. در سندی که روز 2 ایون از جانب رحمیدین سلامزاده معاون رئیس شهر دوشنبه امضا شده است، به شرکت های اکو تاکسی، آلوچا اوتو، کاویان و صفا تاکسی اجازه داده شده است که هر کدام 3000 ماشین را برای مسافرکشانی استفاده کنند. در این سند نامی از 9 شرکت دیگری تاکسی رانی مثل رخش تاکسی و تلکو پرسیا ذکر نشده است. در گذشته رانندگان این شرکت ها شکایت کرده بودند که ناظرانی را دیگر با آنها اجازه کار نمیدهند و برایشان میگویند با شرکت اکو تاکسی شرطنامه همکاری امضا کنند. حکومت شهر دوشنبه به 4 شرکت تاکسی رانی که اجازه کار در پایتخت را دریافت کردند دستور داده است که در داخل ماشین‌هایشان با هدف تأمین بی‌خطری مسافران دوربین‌های نظارتی نصب کنند. صاحبان 4 شرکتی که اجازه کار دریافت کردند معلوم نیستند، ولی بعضی منبع‌ها از جمله مخالفان حکومت تاجیکستان میگویند همه آنها با نزدیکان رئیس جمهور امامعلی رحمان از جمله شرکت‌های بازمانده از مجتمع مشهور فراز تعلق دارند.
بیگانه ستیزی زیر پا کردن حقوق مهاجران، ترس از اخراج و بد شدن احوال مهاجران پس از حمله تروریستی به کراکوس از سبب‌های بودند که مهاجران تاجیک را مجبور کردند آخر سال گذشته از روسیه به وطن برگردند. این خلاصه آموزش نوی تمایل‌های مهاجرتی از تاجیکستان و نظرسنجی است که با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت در بین مردم انجام دادند. نظرسنجی ماه دکمبر سال گذشته و در بین بیشتر از 2500 نفر در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان صورت گرفته است. همکارم طاهری سفر این تحقیق را خلاصه کرد و قبل از برنامه نخست از او درباره نکات تحقیق پرسیدم. آموزش نوی تمایل‌های مهاجرتی کاری نشان داده است که 29% مهاجران با سبب‌های عائلوی از جمله پیوستن به خانواده، نگاهبین فرزندان و یا والدین پیر، طرز از دپورتاسیا و بیگانه ستیزی روسیه را ترک کردند. قسمت دیگر و یا 25% از ترس سفر بر شدن به جنگ اوکراین و بدتر شدن احوال مهاجران بعد حمله مرگبار به کراکوس مجبور شدند کسب و کار خود را گذارند و به تاجیکستان برگردند. سخت شدن ثبت نام برای اقامت و یا گرفتن پتنت و در عموم حجت گذاری زیاد ظاهرا تعدادی از مهاجران تاجیک را به تنگ آورده است که به زادگاه یا وطن خودشان برگردند. زیاده از 10% مهاجران همین حجت گذاری را سبب اساسی بازگشت به تاجیکستان نامیدند. سازمان بین المللی مهاجرت دوره به دوره حرکت مهاجران تاجیک و تمایل‌های مهاجرت را می‌آموزد و نتیجه تحقیقات نویان آخر هفته گذشته نشر شد. در این تحقیق آمده است 7% مهاجران به سبب گرفتاری به یگان بیماری و یا با هدف نگاهبین یگان فرد عزیز و بیمار خود به تاجیکستان برگشتند. بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو در ماه مارس سال 2024 که بیشتر از 140 نفر کشته بر جای گذاشت، روسیه سیاست مهاجرتی را سخت کرد و ده ها هزار شهروند تاجیکستان را از قلمروش راند. اگرچه حالا هم احوال بهتر نیست، اما نظرسنجی سازمان بین المللی مهاجرت نشان داده است که مردم همچنان عزم بازگشت و کار در روسیه را دارند و کار و زندگی در آن را از کشورهای دیگر اولاتر می شمارند. سوال دیگر این بود که چرا با وجود همه گزارش‌ها درباره تحقیر و بدرفتاری با مهاجران کاری از آسیای مرکزی در روسیه از جمله تاجیکان، مردم و بخصوص جوانان تاجیک از سفر و کار در این کشور دست نمی‌کشیدند؟ سبب اصلی نادیده گرفتن بی‌حقوقی سختی‌های مهاجرت در روسیه به گفته مهاجران بازگشته تاجیک کار و مزد بهتر در آن کشور بوده است. اکثریت مهاجران بیان 97% آنها در پاسخ به این سوال متخصصان که چرا خانه و زادگاه خود را ترک کرده به روسیه رفتید گفتند که مقصد آنها یافتن کار بود. بیکاری در تاجیکستان و یا مزد کم در کارخانه و مؤسسه ها سال هاست که 100,000 نفر از مردم کشور را مجبور میکند به روسیه روند و مزد بهتر به دست بیارند. خلاصه این نظرسنجی در تحقیق سازمان بین المللی مهاجرت این است که عامل‌های اساسی ترک وطن عامل‌های اقتصادی است و از جمله جای کاری زیاد و سطح بلند درآمد در خارج. 38% از مهاجران پرسیده شده همین دو عامل را از سبب ترک وطن و بهتر شمردن کار در روسیه و کشورهای دیگر نامیدند. مثلا اگر در تاجیکستان بیشتر از $220 به حساب میانه مزد کار می گرفتند، در روسیه به قول آنها درآمدشان به حد میانه بیشتر از $800 بوده است. طوری معلوم از هر خانواده تاجیک یک یا دو نفر به مهاجرت کاری می روند و یگانه نانآور خانه هم هستند. حکومت تاجیکستان هم سالها برای آن تنقید زیاد می شنود که نمی تواند شرایط را برای صاحب کاری درست کند تا جایهای کاری مناسب آفریده شود. بیکاری زیاد است و اگر کار هم باشد مزد کم دارد که بسیاری ها نمی خواهند. از این جهت اقتصاد تاجیکستان پایبند پول مهاجران شده است که سالانه از روسیه میلیاردها دلار میفرستند و همین گونه اقتصاد لرزان تاجیکستان را به پیش حرکت می دهند. تشکر از شما همکارم طاهری سفر درباره خلاصه آموزش نوی تمایل‌های مهاجرتی از تاجیکستان و نظرسنجی که با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت دایر شده است معلومات داد. تفصیلاتی بیشتر در این باره را در سامانه رادیو آزادی پیدا کنید.
روز 4 میون در جلسه نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه قرارها عاید به تأسیس فراکسیه‌های حزبی و گروه وکیلان غیر حزبی به تصویب رسید. شهرت غنیزاده رئیس کمیسیه عاید به نظارت دستور و تشکیل کار در پارلمان تاجیکستان به خبرگزاری خاور گفته است که وکیلان مجلس نمایندگان برای اظهار دست جمعانه عقیده‌های سیاسی خود عملی گرداندن برنامه‌ها و هدف‌های پیش از انتخابات حقوق دارند در فراکسیه و گروه‌ها متحد شوند. در خبر آمده است عملی گردن اینستیتوت فعالیت فراکسیه حزبی و گروه‌های وکیلان با پلورالیسم سیاسی و گوناگون‌اندیشی شرایط فراهم آورده نشانه با اعتماد دموکراسی سالم است. این باری اول است که در پارلمان تاجیکستان یک گروه وکیلان غیر حزبی تأسیس می شود. پارلمان تاجیکستان را برای نبودن گوناگون‌اندیشی واقعی، حزب‌های اپوزیسیونی و قبول قرار و قانون‌ها بدون به چالش کشیدن آنها با دستور از بالا انتقاد می‌کنند. هیچ یک انتخابات پارلمانی تاجیکستان در سالهای اخیر را سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر ناظران بین المللی مطابق با معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه ارزیابی نکردند. در پاکستان که مردم زیادی در آن عید قربان را تجلیل می‌کنند، امسال ظاهراً زوری نه همه به ذبح گوسفند یا گاو می‌رسد. قیمت چاروا در این کشور چون در تاجیکستان هم بالا رفته است و مردمی که به بازار مال برای خرید می‌آیند از دیدن نرخ‌ها ناامید می‌شوند. همکارم خیرامان باقازاده گزارش می‌دهد. این بازار عظیم چاروا در شهر کراچی پاکستان در آستانه عید قربان امسال کم‌آدم است. بعضی از خریداران هم که می آیند ناامید برمیگردند چون قیمت چاروا برای قربانی بسیار بالا رفته است. قیمت چاروا حالا سر به فلک کشیده است. برای یک چاروا که فکر میکنید 300,000 روپیه یا بیشتر از $1,000 قیمت دارد، 2500 $2800 یا 3500 دلار میخواهند. خودتان اینجا میبینید که نظر به خریدار فروشنده ها زیادند. در این بازار نوهای گوناگونی جانوران را برای فروش می‌آورند، سر از گاو و گوسفند تا به شتر و گاومیش. فروشندگان میگویند قیمت چاروا را برای به دست آوردن سود زیاد بالا نبردند، شرایط آنها را مجبور کرده است. گندم گران است، نقلیات است، مالیات و سبب‌های زیاد دیگر است. واضح است که نرخ بالا می‌رود. ما آن را بر ضرر خودمان نمی‌فروشیم. تاجری دیگر هم به عین سبب‌های اشاره می‌کند و میگوید خود پرورش چاروا در سال اخیر گرانتر شده است. سبب قیمتی از خودی چاروا پروران آغاز می شود. علف هم قیمت است. من سال گذشته 40 کیلو کنجاره پنبه‌دانه را 2000 روپیه و یا $7 می خریدم. حالا $12 شده است. گندم و دیگر خوراک چاروا هم گران شده است. در پاکستان امسال عید قربان را روز 7 ایون تجلیل می کنند و شکایت ها از بالا رفتن قیمت در این سال زیادتر است. این هم در زمانی که اقتصاد پاکستان بعد سالها ناکامی رو به رشد آورده است. حرکت در راه بهبودی بعد آن آغاز یافت که صندوق بین المللی پول در عوض اختصاص $7 میلیارد قرض با امتیاز از پاکستان خواست اقتصادش را اصلاح کند. حکومت هم قیمت نیروی برق و مالیات را بالا برد ولی بار اول تورم در کشور ماه اپریل پایین آمد. در تاجیکستان با سبب کمبود نیروی کاری در چیدن حاصل زردآلو یک مشکل جدی ایجاد شده است. سامانه تحقیقاتی موضوع کشاورزی eastfruit.com می نویسد سال 2025 بسیار خواجگی‌های میوه پرور در این کشور با کمبود نیروی کاری روبرو شدند و در نتیجه میوه درختان ناچیده می‌پوسد. سپاس که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. خدا نگهدار شما باد.